سلام دوستان، مهدی امسی هستم و با یک آموزش جذاب درباره کسب درآمد برنامه ایرانی و کاملا رایگان روبیکا در خدمتتون هستم. دوستان، ما برای اینکه کسب درآمد خودمون رو شروع بکنیم باید به این بخش آبی کنار صفحه بریم. ما هم میتونیم از لحاظ گروه اقدام کنیم واسه کسب درآمد و هم از سمت کانال اقدام کنیم. من کانال رو ترجیح میدم چون که کسب درآمد کانال خیلی بهتره. نام کانالی که ما میخوایم در اون فعالیت بکنیم بستگی به فعالیتی که ما داریم، یعنی فیلم، سریال، کلیپ های طنز و جوک هایی که ما میخوایم به اشتراک بذاریم و نام بسیار جذابی رو باید انتخاب کنیم تا بیننده جذب کانال ما بشه. در این قسمت آبی ما باید یک تصویری رو از گوگل دانلود کنیم و نسبت به فعالیتی که ما میخوایم در کانال انجام بدیم در این بخش آبی بذاریم. توضیحاتی در مورد کارهایی که انجام میدیم، تابع قوانین جمهوری اسلامی و از این حرفا میتونید شما در توضیحاتتون بنویسید و توجه داشته باشین که حتما باید کانال ما عمومی باشه. چرا؟ وقتی که کانال خصوصی باشه افراد غریبه نمیتونن وارد کانال ما بشن یا باید از ما اجازه بگیرن تا بتونن داخل کانال ما بیان. به همین دلیل کانال ما باید عمومی باشه. بعد از اینکه کانالمون رو ثبت کردیم ما باید به بخش کانال ما بریم. وقتی که میریم داخل کانال ما سریال های جدید و سریال های جذاب، اکشن، طنز، کمدی، تخیلی رو از گوگل، روبیکا یا هر بخش هایی که ما میتونیم فیلم دانلود کنیم یا مثل آپارات فیلم های جذاب رو دانلود کنیم و ما در اینجا به اشتراک بگذاریم. دوستان توجه داشته باشین وقتی که شما فیلم ها رو به اشتراک میذاریم توضیحاتی در مورد نام فیلم، ژانر فیلم و زبان، اگه فیلم خارجی، دوبله یا سانسور فیلم، مدت زمان فیلم، سال انتشار، کارگردان، توضیح خلاصه‌ای در مورد فیلمی که ما به اشتراک میذاریم، قسمت، کیفیت و توجه داشته باشین که کیفیت فیلم شما یا حجم فیلم شما هر چقدر بیشتر باشه باعث میشه که درآمد شما بیشتر بشه. به چه علت؟ به این علت که ترافیک باعث میشه که شما کسب درآمد کنید. وقتی که حجم فیلم بالاتر باشه خب شما میتونید بهتر کسب درآمد کنید. چرا؟ چون که ترافیک کانال شما بیشتر میافته و شما میتونید به راحتی کسب درآمد بهتری رو داشته باشید. شما باید توجه داشته باشید که کلیپی یا فیلمی که میخواید بذارید به صورتی باشه که سخت‌تر دانلود بشه و مدت زمان بیشتری رو لازم داشته باشه تا این فیلم دانلود بشه. من نظرم اینه که فیلم رو از مدیریت فایل به کانال بذارید. چرا؟ چون که وقتی که ما فیلم رو از مدیریت فایل میذاریم این از این بخش آبی کنار صفحه، وقتی که ما فیلم رو از اینجا بذاریم فیلم سخت‌تر دانلود میشه و ترافیک کانال ما بیشتر میشه و هرچه ترافیک کانال ما بیشتر بشه کسب درآمد بهتری هم خواهیم داشت. بعد اینکه حجم فیلم رو هم واسهتون گفتم، توضیحاتم که واسهتون که گفتم که چه توضیحاتی در مورد فیلم بنویسیم که بیننده رو جذب بکنه. دوستان توجه داشته باشید که تمامی اقدامات شما اهم از تبلیغات که در کلیپ های بعدی بهتون توضیح میدم که چجوری ما تبلیغاتمون بهتر باشه و تبلیغات پویا و کارآمدی داشته باشیم، چون که هرچه مشترک های ما بیشتر بشه مسلما ویوی فیلم ها و سریال هایی که ما به اشتراک میذاریم بیشتر میشه و کسب درآمد بهتری خواهیم داشت. و در کلیپ های بعدی من به شما توضیح میدم که چجوری به صورت آسان و کاملا کارآمد ما مشترک های فعالی رو واسه کانال خودمون رو به صورت کاملا رایگان و اینترنتی واسه کانال خودمون مشترک اضافه کنیم. خیلی ممنون که ما رو همراهی کردید. ممنونتر هم میشم اگه ما رو دنبال کنید و از فیلم های آینده ما اطلاع داشته باشید.
مهدی امسی هستم، کوچیک شما.